سلام بچه‌ها، به اولین ولاگ هفتگی من خیلی خوش اومدید. پلن خیلی خاصی ندارم که بگم قراره تو این هفته انجام بدم. پای ثابت کارام کلاس رفتن و باشگاه رفتنه برای امروز. الان میخوام بلند شم، یه خورده خونه رو جمع جور کنم، دستشویی‌ها رو یه خورده تمیز کنم، بعد برم یه خرید ریز بزنم، ظرف بشورم، ظرف جمع کنم، بعد غذام درست کنم. آقا من همین الان به این نتیجه رسیدم که چرا ولاگ هفتگی امروز همین روزی که گفتم واسه ولاگ یک روزه خودش خیلی کافیه، اونجوری خیلی تایم ویدیو میره بالا. تغییر پیدا کرد به ولاگ یک روز با من. این از ظرفا. امشب میخوام چیز درست کنم، کباب تابعی میگیم. ببین کباب تابعیه ولی شکلش مثل کتلت میمونه. نمیدونم، فکر میکنم بهش کوفته هم میگن. میخوام از اون درست کنم خلاصه با گوجه و از اینجور چیزها. یه سری چیزا نیست. دستمال آشپزخونه باید بگیرم، تنقلیجات. چقدر آسمون خوشگله، نگاش کن. من کلا عاشق ماه و آسمون و از اینجور چیزام. البته بیشتر ماه، بقیه چیزا هم دوست دارم ولی ماه فرق میکنه. نمیدونم میدونید یا نه ولی تو آلمان نمیتونی تو فروشگاه و اینجور جاها کلا فضای عمومی فیلم برداری کنی. من تا جایی که بتونم میگیرم. اینجا تو فروشگاه روه یه دستگاه پرتقالگیری داره. من بعض وقتا میگیرم، خیلی خوبه. چون میوه اینا نمیخوریم، یعنی بعد کسایی که میوه اینا نمیخورن و ویتامین نیاز دارن، همیشه چیزای خوبه واقعا. چقدر ترشه. این خریدامه همیناست شد 31 و 22 سنت، همین یه ذره. الان برگشتم دوباره از خرید. حالا نشون میدم چی خریدم و اینا. همین چیپس سرکینی، کالباس، بستنی ها بذارم وقتی داره آب میشه. ماست از این کوچیکا که راه دارم بردار بخوره. وجودات آماده برای سالاد، کاهو، کلمه محبی از این چیزا. نارنگی، قلب، یه دونه آووکادو واسه سالاد، گوجه داشتم 3 تا، 2 تا دیگه هم گرفتم که بشم 5 تا. نون و آب پرتقال طبیعی، یه سس برای سالاد و یه کاپوچینو. نمیدونم چی بگم واقعا. گرونی داره فشار میاره ولی قبلا با 30 یورو خیلی بیشتر میشه خرید کرد. خیلی 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 بیشتر. من میخوام یه قهوه هم برخوام درست کنم، قهوه رو بزنم و قسمت آخرش قهوه دیگه اومده. آره فکر کنم اومده، 8 تا نیم ساعت پیش اومده. برم ببینم قسمت آخرش هم از دستشون خلاص بشم، راحت بشم، ببینم چی میشه دیگه. از همشون هم بدم میاد، از همشون متنفرم، فقط چون دیدم باید تا تهش ببینم. ببین 1 ساعت و نیم تقریبا من تو 10 دقیقه نگاه میکنم، همه رو میذارم جلو 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 جلو. واقعا از همشون متنفرم. اشخبری هم دیدم تموم شد. آدمای مورد علاقه‌ام نبردن ولی خب بازم از اون بی درد نخوره کسی نبرد. من دوست داشتم ترانه محبوب ببرم ولی خب بریم غذامون رو دیگه بالاخره درست کنیم. یه فکت راجع به خودم بگم. من اشکم دارم اشکم. تو خوشحالی، تو ناراحتی، تو عصبانیت. مردم.
گوشت رو میندازم توی پیاز، نمک. چون اینا انقدره از اونجایی که بیشتر وقت این غذا رو شروع میکنم باید حواسم به نمک ریختم خیلی باشه. زردچوبه. من اندازه‌ام همیشه چشمیه، یعنی عشقی و چشمی میزنم، هیچ ایده ای ندارم که من به همه یه گوشت یکم دارچین میزنم، پپر سیاه، پودر سیر، پودر پاپریکا. یه سریا واقعا با ادویه قهرن، یه سریا مثل من عاشق ادویه. من بدون ادویه نمیتونم غذا درست کنم. پودر پیاز، یه کمی هم پپر قرمز تند، ببین خیلی تند میکنه. میریم تو کار چنگ زدنش دیگه. اینا رو دیگه همه رو با هم قاطی میکنم، بعد میذارم یکم استراحت کنه، بعد دیگه میپزمش. تا جایی هم میذارم که با نرن دیگه. این از گوشتم، روغنم گذاشتم داغ بشه. میذارم نیم ساعت با حرارت کم بپزه. این مایتابه در نداره، به خاطر همین منجوری روش پایی میکشم دیگه که بخار جمع بشه. برنجم هم کره میندازم الان یه قل بخور آبش جمع بشه. دمکنی میذارم تو دم بکشه. خدا شد من خوردم انقدر گوشتم فیلم نگرفتم. خب بچه‌ها اینم از ولاگ امروز من. اول از همه میخوام معذرت خواهی کنم، ببخشید من کل روز همین شکلی حالت شلخته مانند بودم. واقعا خب همین شکلی میگذره روزم، روزای تعطیل مثلا، حالا روزای دیگه درس و باشگاه جور چیزا هم هست، ولی آخر هفته معمولا همین جوریم. هم پیش بیاد خیلی بخوام به خودم برسم با چیزای پاکیزگی و اینا منظورم نیست، منظورم اینه که بخوام شیطان بیتان بکنم، چون بیشتر به کارهای خونه رسیدگی میکنم. به خاطر همون اصلا اولین چیزی هم که میگیرم همون کاری که واقعا میکنم، همون شکلی که واقعا هستم باشه. فقط خود لباسم راحت تر از چیزیه که میستنم. بعد آره دیگه، امیدوارم که دوستش داشته باشیم ولاگو. به نظر تو بهم بگو، خیلی خوشحال میشم بخونم. و اگه پیشنهادی هم داشتی بهم بده. بوس بهت، لایک و سابسکرایب هم یادت نره. تا درود دیگه، بدرود.